لله که این نعمت ایمان است که من و شما از این نعمت بهره‌ور گردیده ایم. برادران بزرگوار من، امروزها که ما میبینیم که حرارت یعنی گرمی خیلی بلند است، فصل تابستان در آمده است، چقدر مردم خدا بخبر، مردم بیدین، مردم زنهای ناپاک چقدر امروز برهنه و عریان و لج کرده اند. برای من و شما مؤمنها و مسلمانها این ضرور و حتمی و لازم است که از نگاه کردن و نظر کردن به سوی این جمله مردم خودداری کنیم، خود را منع کنیم. یعنی وقتی در کوچه ها، در بازارها، در محله ها، هر جای وقتی ما برای حاجت بیرون می شویم، از نزد ما، از سر راه ما چنین شخصیت های خدا بخبر، شخصیت های بی ایمان، شخصیت های عریان، شخصیت های حیوان صورت و حیوان صفت وقتی پیدا شد، ما به سوی اونها نگاه نداشته باشیم و ما بگوییم که اینی اخاف الله، من از الله می ترسم. یعنی از ترس الله باید که من و شما به سوی این جمله مردم نگاه نکنیم، خودداری کنیم. الله رب العالمین در قرآن به سوی من و شما امر کرده است، می فرمایند که استعیذ بالله ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. الله رب العالمین می فرماید که ای بنده های من، ای شخصیت های مؤمن و مسلمان، شما به زنا قریبی نکنید که زنا این یک کار فحش است، کار بد است، کار بی آبروگی است و راه زنا راه انسان های بد و ناپاک است. رب العالمین در این آیت من و شما را امر کرد برای قریبی نکردن، یعنی نزدیکی نکردن به چی؟ به زنا. از زنا کردن انسان خود را باید منع بداره. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث مبارک میفرمایند که العینان تزنیان، میفرمایند که چشم ها زنا میکنند. پرسیدن گفتن یا رسول الله زنای چشم چه هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که نظر کردن، نگاه کردن به سوی اون زن حیوان صورت و حیوان صفت، اون زن عریان برهنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند این زنای چشم است. یعنی دست ها هم گفتن زنا میکنن، زنای دست یعنی میساز کردن، قپیدن بدن اون هست. جناب پیغمبر این شرمگاه، وقتی شرمگاه زن و مرد یعنی یک جایه شد، این زنا را تصدیق میکنه. نباشه نگاه کردن و یعنی قپیدن اعضای بدن اون نامحرم ها و زن های ناپاک، اینها هم زنا هستند. از اینها خداوند ما را یعنی منع داشته است و این عمل حرام است. وقتی که ما دیدیم شخصیت های مؤمن و مسلمان، باید بگوییم که اینی اخاف الله، من از الله می ترسم. از ترس الله، از خوف الله انسان باید به سوی این زنهای حیوان صورت، حیوان صفت نگاه نداشته باشه. رب العالمین در سوره نازعات می فرمایند که فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. هر انسانی که سرکشی کرد، یعنی عبادت و بندگی الله به گردن نگرفت و اختیار کرد یعنی این حیات دنیا را، این لذت ها و این شهوت چرانی و یعنی این زنا و ناپاکی دنیا را اختیار کرد، گفت امروز جوان هستم، امروز یاش هستم، امروز تنی سعادت دارم، امروز آرامی و تنجی هست، من باید عیش عشرت داشته باشم. نمیشه که یعنی حیات عمر به آرامی یعنی به ناپاکی گذرانی. وقتی انسان این حیات دنیا را اختیار کرد و امروز به این زنهای ناپاک زنا کرد که متاسفانه امروز اکثر مسلمان ها این فعل رفتار و عمل حرام و بد دارند، هر انسانی که این را اختیار کرد یعنی فقط دنیا گفت، دنیا را اختیار کرد، گفته خدا را پس سر کرد، به گفته الله زندگی نکرد، رب العالمین میگه که فإن الجحیم هی المأوى، قرارگاه و آرامگاه و جایگاه این جمله مردم جهنم و دوزخ است. اینها یعنی جهنمی هستند، اینها دوزخی هستند. انسانهای شهوت پرست، دنیا پرست، انسانهای شیطان پرست و شیطان صورت، قرارگاه اینها الله رب العالمین این جهنم و دوزخ است. یعنی امروز گناه کردی، امروز زنا کردی، امروز نگاه کردی، امروز تماشا کردی به سوی این حرامی ها، رب العالمین تو وعده یعنی وعیدی به جهنم، وعیدی به دوزخ کرده است که آخر آرامگاه و قرارگاه تو جهنم و دوزخ می‌گردد. اما در دوام آیت رب العالمین می‌فرمایند و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هی المأوا. اما شخصیتی که خیف برد، ترسید از اون لحظه که خیزانده می شود در نزد پروردگارش و خداوند او را از این لحظه های عمرش، از زندگیش میپرسه که آیا بندگی کردی یا گندگی کردی، اطاعت و فرمانبرداری کردی یا معصیت و گناه کردی. این انسان از اون لحظه ترسید که حتما من در نزد خداوند خیزانده و پرسیده می شوم. و نهان نفس عن الهوا، نفس معنداش، نفس خار کرد، نفس سرزنش کرد از خواهشاتش. یعنی نفس میخواست که تماشا کو، نفس میگفت امروز گناه کو، امروز نگاه کو. اما این انسان نفس معنداش از این حرامی ها. رب العالمین میفرمایند که فإن الجنة هی المأوا، جنت قرارگاه و آرامگاه این جمله شخصیت است. این جمله یعنی این گروه مردمی که امروز نفس خار میکنن، امروز نفس پایمال میکنن، امروز عبادت و بندگی الله اختیار میکنن، میگوین این حیات دنیا اندک است، زود و تیز میگذرد، ارزش و کرای غفلت نداره و لحظه های عمر در پاکیزگی در عبادت و بندگی خدا صرف میکنن. این جمله مردم رب العالمین آرامگاه و قرارگاه اینها جنت است، عیش عشرت ابدی هست، لذت و راحت همیشگی هست، بهار بی خزان است، شادی بی غم است، سلامتی بی دردمندی هست، جوانی بی پیری هست، خرسندی بی غمگینی هست. یعنی دیگه همیشه عیش عشرت و لذت و راحت آخرت است. به این خاطر من و شما باید برادران عزیز بزرگوارم از روی یعنی این گناه و معصیت ناچیز دنیا که والله قسم اگرچه یک لحظه راحت داشته باشه ابدی انسان یعنی رنج میده، آزار میده، انسان بی برکت میکنه، بدبخت میگردانه، حیات انسان پر مشقت و پر درد و داغ میگردانه. امروز ما باید خودداری کنیم از اگرچه امروز یک لحظه هست راحتش، اما فراموش نکنیم رنج و عذابش خیلی زیاد است، دوامناک است. و این خاطر انسانیت باید از این کارهای گناه و بد خود را منع بداره. برادران بزرگوار من، ما یک چیز فراموش نکنیم، جنت رفتن این کاری آسان نیست. راه جنت راه بیخار نیست، راه جنت راه دشوار است، راه مشقت است، راه وزنین است، راه سنگین است. برای جنت از خود کردن امروز انسان باید عمل داشته باشه، تقوا داشته باشه، خدا ترسی داشته باشه، پرهیزگاری و احتیاطکاری داشته باشه. شیخ سعدی میفرمایند که نادیده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. یعنی رنج ناکشیده، محنت ناکرده انسان گنج از خود نمیکنه، مزد و پاداش نمیگیره، مزد و پاداش شخصیت از خود میکنه. انسان فایده میکنه که امروز کار کرد، محنت کرد، عبادت و بندگی کرد. ایزی پی نفس و هوا میروی، راه نه این است خطا میروی. ای برادری که امروز یعنی که شهوت زنا را اختیار کرده، معصیت و گناه اختیار کرده، لذت و راحت ناچیز دنیا را اختیار کرده، از عبادت و بندگی خدا دور است، خیلی خطا می روی. رهروان که چون راه دیگر روان، بس تو در این راه چرا می روی؟ راهروای راه خدا در راه عبادت و بندگی در راه جنت رفته ایستادن، برای چی از این راه دور استی؟ در دیگر راه شهوت، راه زنا، راه فحشا، راه جهنم و دوزخ می روی. منزلی مقصود در آن جا نهاد، بس تو از این سوی کجا می روی؟ برادری عزیز یک بار فکر کن، منزلی مقصدی هر انسان جنت است، رضای الله است، سعادتمندی دنیا و آخرت است. بس تو ای انسان برای چی در راه معصیت گناه، در راه فحشا، در راه ناپاکی می روی؟ یعنی این راه چی است؟ راه جهنم و دوزخ است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در حدیث متفق علیه که هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرمایند که حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. جناب پیامبر گفتن خداوند کنار جنت به مشقت ها، به شهوت ها، به این زنای امروز پرده کرده است، محکم کرده است. کنار دوزخ ده حفت الجنة بالمکاره،
کنار جنت بر مشقت‌ها یعنی پرده کرده شده و محکم کرده شده است. انسانی بخواهد که یعنی در درون جنت داخل شد، برای او لازم است که امروز رنج و مشقت از سر گذرانه، چه پاکیزه نگه داره. چو باید که همه در دل خاک رفت، خوشا آن که پاک آمد و پاک رفت. خوشا به حال اون انسانی که به این دنیا را پاکیزه آمد، از دنیا پاکیزه رفت. خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند. ز کالاهای این آشفته بازار حقیقت را پرستیدند و رفتند. خوشا به حال انسانی که در این دنیا حقیقت اختیار کرد، عبادت اختیار کرد، پاکیزگی را اختیار کرده، از دنیا پاکیزه رفت. جناب پیغمبر گفتن کنار جنت با مشقت ها یعنی به پرهیز کردن، به تقوا کردن، به خدا ترسی محکم است. انسان بخواه که داخل جنت شود باید امروز خدا ترسی داشته باشه. امروز چشم ها را، زبان، دست، فکر، دل، تمامی یعنی اعضا را از بدی ها نگه بداره، معن بداره تا این رنج مشقت از سر بگذرانه که داخل جنت شود و خداوند کنار جهنم و دوزخ تا به شهوت ها حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات. گردی دوزخ به شهوت ها محکم است. راه دوزخ رفتن راه زنا هست، راه فحشا هست، راه نظر کردن، نگاه کردن در این زنهای ناپاک امروز در دنیا هست. به همین خاطر من و شما برادران بزرگواری من خیلی باید احتیاط. اگر جنت بخوای باید خیلی حذر کنی. والله قسم اون نگاه کردن وای برای تو یگان راحتی هم نمیبخشه، یگان لذتی هم نمیبخشه. خیلی بد است، خیلی این گناهی بزرگ است. باید ما خودداری داشته باشیم که متاسفانه امروز اکثر مؤمن و مسلمان خوب نگاه میکنن، خوب تماشا میکنن، از خدا نترسیده، از خدا شرم نداشته، امروز به سوی این زنهای حیوان صفت و حیوان صورت خوب تماشا میکنن. مولانا یک مصرع زیبایی داره، میفرمایند جدی تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند و بهر او سجود. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. حضرت میفرماید که پدر بزرگوار تو آدم علیه السلام جا جنت بود، عیش عشرت جنت صرف بود، مبتلا بود در عیش عشرت جنت، یعنی در عیش در عشرت در راحت جنت بود، در جنت استراحت میکرد. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. یک گناهی و چی بود؟ خداوند از یک درخت معنش داد، گفت به این درخت نزدیکی نکن. وقتی به او درخت نزدیکی کرد برای گفتن که تمام وقتت بود شد. جنت جای گناهکارها نیست، جنت جای زیناکارها و عرق نوشها و رباخورها و گناه کننده ها نیستن. بیرون شو امروز از جنت. جنت جای نافرمان بردار نیست. یک گناه ناکرده گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خراب. بیرون شو گفتن امروز از جنت. حضرت در آخر بعد ما را نصیحت میکنه، میفرماید باز میخواهی که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا؟ ای انسان گناهگار، به این قدر روسیاهی و گناهگار با میخواهی داخل جنت خاطر جمع باشه. جنت شخصیت داخل میشه که امروز عبادت کرد، امروز بندگی کرد، امروز گفته الله به جا آورد، از ترس خدا امروز گناه و معصیت نکرد، به سوی این زنهای ناپاک نگاه نکرد. متاسفانه امروز اکثر جوانهای شهوت پرست ما یک دوست داشته شده دارند که اونم مؤمن و مسلمان است، در دام شیطان هر اینها افتاده اند که به همدیگر صحبت‌های نامحرمانه، صحبت‌هایی که والله قسم حرام است، به این تلفن‌ها سالها به همدیگر صحبت میکنن. آخر همدیگر را فریب میکنن، نه این جوان او دختر میگیره، نه او دختر این جوان میگیره. فقط یک حرام، یک نوع زنا حرام، یک کاری بد و فحش در زندگیش یک خاطرات سیاه و تلخه برای روز قیامت رو انجام میدهند. آیا جوان‌هایی که این فعلی بد در حیات داره یک بار از نزدیک‌های خودتون فکر کنه؟ آیا یک جوانی مست، یک جوانی بلحوث، یک جوان شهوت پرست اگر خواهرهای شما را چنین ددامش به افطارانه و استفاده ببره، همچنین یک چیزی بی ارزش و بی قدر، آیا شما راضی میشوی؟
هرگز راضی نه. وقتی راضی نمیشه برادرای بزرگواری من، همون انسانی که با او تو امروز یعنی صحبت حرام داری، عاشقی داری که این نوع عاشقی والله قسم حرام است، این عشق نیست، این فریبگری است، این شیطانگری هست، این دنیا و آخرت سوزی هست. ای انسانی که امروز این عمل داری، تو یک بار فکر نمیکنی اون خواهر یک انسان است، اون دختر یک انسان است، او شخصیت هم نمیخواه، اونم نمیخواه که تو خواهری و یا بی آبرو کنی. برادری بزرگوار، یک بار از نزدیکای خودت فکر کن، انسانی که در راه این حرام و بد و زنا هستی، این کارها را نکنی، از این کارها خودداری کنی. هر دختری را دوست میداره گرفتنی هستی، تا وقتی نکاح پاکیزه فقط حق داری که یک بار نیم بار یا رفته دیده با او صحبت کنی همراهی محرم هاش. اما اینه که دوام سال با او یعنی با تلفن صحبت میکنی یا با او ملاقات میکنی، با او رفت و آمد داری، او را میبینی، این نوش والله قسم حرام است برادری بزرگواری من. اگر تو یا نکاح هم کنی با زنی هم گیری، دوام حیات شما زندگی پاکیزه و خوب کرده نمیتوانی، چون که ابتدای حیات شما با ناپاکی شروع شده است، با ناپاکی سر شده است. از خدا بترسی برادرای بزرگان من، خواهرای محترم شما هم باشه، از خدا بترسی. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایتی که این حدیث ابن ماجه روایت کردند که حدیث صحیح است، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که وقتی که الله رب العالمین جنت را خلق کرد به همه اون زینت و زیباییش، به عیش عشرت لذت و راحتش، به سوی حضرت جبرائیل علیه السلام امر کرد که ای جبرائیل رو جنت تماشا کن، برو داخل جنت شو، ببین جنت چقدر خوبی ها داره، چقدر یعنی عیش عشرت لذت و راحت داره. حضرت جبرائیل علیه السلام رفت، میگه جنت داخل شد، تماشا کرد. وقتی که بازگشت کرد به سوی پروردگار، گفت ای پروردگار، گفت من باوری یقینی کامل دارم که هر انسان، هر شخصیتی که وصف این خوبی ها و خوشی ها و زیبایی های جنت شنوه، حرکت میکنه که داخل جنت شوه. بعد از اون الله رب العالمین کنار جنت به مشقت ها، به دشواری ها محکم کرد، یعنی پرده گرفت. انسانی که جنت میره باید امروز خدا ترسی داشته باشه، نماز بخونه، روزه بگیره، از زنا و فحشا خود را منع داره، پاکیزه زندگی کنه، یعنی با دشواری ها و مشقت های راه عبادت خداوند کنار جنت محکم کرد. بعد از آن جبرائیل علیه السلام گفت رفت، اکنون جبرائیل گفت رفته تماشا کن. وقتی جبرائیل علیه السلام رفت که برای جنت داخل شدن خیلی دشواری و مشقت ها لازم است، خیلی تقوا و پرهیزگاری و احتیاطکاری لازم است. وقتی دید که در کنار جنت، یعنی برای داخل شدن جنت مشقت ها هست، حضرت به سوی رب العالمین گفت ای پروردگار، من میترسم که هیچ یگان نفر داخل جنت شده نمیتوانه. بعد از آن خداوند دوزخ خلق کرد، و چقدر عذاب، دشواری، چقدر شکنجه ها، ناراحتی ها، وزوینی ها و سنگینی هاش. جبرائیل علیه السلام گفت رفت جهنم و دوزخ تماشا کرد، رفت تماشا کرد که چقدر حالت وزوین و دشوار و سخت داره جهنم و دوزخ. جبرائیل علیه السلام گفتن که ای پروردگار، هر انسانی که خبر این سختی عذاب دوزخ ده، خبر دشواری و مشقت و مشکلی عذاب دوزخ ده شنوه، حرکت میکنه که یعنی داخل دوزخ نشوه، شخصیت در دوزخ داخل نشوه. بعد از اون خداوند کنار دوزخ تا میگه به شهوت ها، به لذت ها، به راحت ها، به دنیا طلبی ها، به دنیا پرستی ها و شیطان پرستی ها گردی دوزخ تا محکم کرد. بعد از اون جبرائیل علیه السلام گفت رفت تماشا کرد. حضرت جبرائیل علیه السلام رفت، دید که راه دوزخ هر چیز دل انسان میخواه محیا هست، یعنی زنا کردن، فاحشگی، ناپاکی، شراب نوشی، گناه کردن، نوع بدی هایی که خواهش دل انسانیت است، در کنار دوزخ یعنی پرده کرده شده است. بعد از آن جبرائیل علیه السلام گفت ای پروردگار، من میترسم که هیچ یگان نفر نامونده همه داخل دوزخ میشوند. یعنی که راه دوزخ راه شهوت، راه خواهشات دل انسان است، راه جنت راه چی است؟ عبادت و بندگی الله رب العالمین. و این خاطر برادران عزیز بزرگوار، امروز من و شما پاکیزگی را اختیار کنیم، از ناپاکی، از بدی چقدر حذر کنیم، چقدر احتیاط داشته باشیم که آخر به سوی پروردگار ما به سری بلند، به آبرو بازگشت داشته باشه. و امروز هم باشه از این یعنی
زنهای ناپاک و بده که چقدر خود را حیوان بر این برهنه کرده اند، لیش کرده اند، از اینها خودداری کنیم، به سوی اینها نگاه نداشته باشیم. در آخر دعاگو هستم که پروردگارا بار الهی برای ما پاکیزگی را در این دنیا نصیب بفرما. پروردگارا بار الهی پاکیزگی زندگی کردن و از دنیا پاکیزه رفتن به سوی خود را برای ما نصیب بفرما. پروردگارا تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما، تمام یعنی مادرها و خواهرهای مؤمن و مسلمان ما در روی دنیا در حفظ امان نگه بدار. برای تمام مؤمنها و مسلمانها بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا از بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها، از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده تمام مؤمن و مسلمان ها را در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا وطن عزیز ما را از این بلا در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا زودتر این وبا را از وطن عزیز ما و از روی عالم دور بگردان. پروردگارا برادرهای عزیز برادرهای مؤمن و مسلمان مسافر مهاجری من در حفظ امان نگه بدار. مشکلی هاشون آسان بگردان. در کسب کارشون برکت ها عطا بفرما. پروردگارا تمام برادرهای مؤمن و مسلمان من هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشن به مراد و مقصد برسان. پروردگارا بار الهی هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگارا خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.